داخل میشی پت میشی خواب میکنی؟ از یک راش میریم دیگه. در این دکان داخل میشی؟ این دکان خرابه؟ باز پشت مادر دق نمیشی جا نمیترسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، کلیپ کوتاه را شما در آغاز دیدین و ما به خانه ستاره جان آمدیم. دخترکی که البته ساجق میفروخت و اکثریت شبها حتی به خانه نمی آمد. دلیلی که خانه نمی آمد آل ما درک کردم و همکارای ما فهمیدن، چون خانهشان در قسمت بالای کوتل است و مسیر بسیار زیاد طولانی است تا اینجا آمدن. انسان واقعا تعجب میکنه دخترک چند ساعت فکر کنین با پای میره و میایه، یعنی بیشتر از یک ساعت است البته با گام های ما و او دخترک خود شاید خیلی وقت در بر بگیره. ما به خانهشان آمدیم، همین خانهشان است و از قبل صحبت کرده بودیم که در این روز مشخص شده میاییم. در داخل از یک مقدار مبلغ است، البته انشالله باش تسلیم میکنیم. برنامه های دیگر نیز داریم به این خانواده. سلام. خوب هستی؟ شکر. آفرین ستاره جان. مرد شناختی؟ ها شناختم. امروز کم کاکا شما رو گفتی، باز گفتی که مردان مواد چیز میبتیم. خب امروز با کار نرفتی؟ نه. چرا؟ منتظر تو بودم. اینو منتظر ما بوده. اجازه است بریم داخل؟ این خانه ایتان است ستاره جان؟ وای. بعد از یمون روز که من خود دیدم و یک مبلغ کم برات دادم آمدی خانه، چی در ذهنت میگشت؟ به ذهنم هیچ است. چیز نمیگشت؟ دعا نمیکردی کاش که کاکا باز بیه؟ دعا میکردم. نه اگر نمی آمدم در دلت چی میگفتی برام؟ چیز نمیگفتم، دگام دعایت نکردم. خب هنوز هم دعا میکردی. آرزوی ستاره جان این است که پدرش انشالله یک دکانک داشته باشه و در او کار کنه و ستاره جان دیگه نره به خاطر کار و تنها مکتب درس خودم خونه. میس آرزویت نی؟ بسیار خوب. پس به من یک گلاس آب میاری؟ آفرین. برو اینجا استاد شد. اینجا خیر ببینی اینه بگی خیر. بیار کلش اینجا بون جمع کو دیگه شمال نمیبرش. خب اینو من کمش میگیرم. 500. آفرین. 1000. 1500. 19 تا. این یا 20 تا. اینا ما کاکا پیسه ده. نه این پیسه از خودت است. 20,000 شد. این پیسه از خودت است. خیر ببینی کاکا. چرا؟ احساساتی شده قندولک. امثال ستاره جان حقشان نیست که کار کنن، کارهای شاخه کنن. ما بتانیم اینا را به مکاتب ارتباط بدیم و اونجا درس خوندن بخوانن. تشکر.